گولیا، امروز یه ولاگ داریم، ولاگ تخت جمشید. بارون زده، هوای خوبو هوای نشستن هم میتونه باشه. گفتیم تا فرصتش هست بیایم تخت جمشید نشون شما هم بدیم. بزن بریم برای الان میخوایم بریم غرفه. کلی بو خوشمزه میاد، گشنم شد از همین الان. این میز رو رزرو کردیم برای ما هم. علیکم السلام. اینجا نمای تخت جمشید داریم مثل ای که تون چیه خانم محترم اینجا؟ فانتاستیک. چند سال نیومدی تخت جمشید؟ خیلی ساله. اصلا یادم نمیاد آخرین بار که اومدم کی بوده. ما سمت خونه‌مون تخت جمشیده، یعنی از خونه ما بله. تا تخت جمشید 5 دقیقه کلا 5 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه راه. خب بعد ما 10 سال یه بارم نمیایم اینجا. بعد الان بقیه هم همین جوری هن. یعنی تو شهر خودشون یه جای تاریخی هست مثل ما 10 سال یه بارم نمیرن، یا فقط ما شیرازی ها اینجوری گشاد هستیم. حقوق زدن به حساب کنیم بالخرج. از اینا نمیخوای بخری برای نشستن آمون؟ 4 تا میخری؟ 4 تا میخری برای مراسم نشستن آمون. خیلی چیز خوبیه. اولش فکر کردم این رومیزیه، بعد دیدم که این روبالشتیه. اینجا رومیزی هم داره. ببین یا خدا چه بزرگم هست. جمع لباس سنتی میپوشی، عکس میگیری، ظاهرا عکستون کمتر از ربع ساعت پذیر میشه، بهتون تحویل میدن. لباس هوایی داره. چه ربطی به لباس سنتی داری نمیدونم. بچه‌ها اینجایی که میبینید تخت جمشیده. پشت سرمون تخت جمشیده. باید بریم بلیط بگیریم بریم بالا، ولی خب گفتن که اونجا نمیتونید فیلم برداری کنید، ممنوعه. دیگه تا اینجا بیشتر نتونستیم فیلم بگیریم. نتونستیم دیگه. اما این هوا دیونمون اولش یه پشنگی بود، بعدش جلجل بارون شروع شد، ما جمع کردیم الان آفتاب شده. یعنی ما یه نارگیل میتونیم بخوریم امروز. خدا ماشاءالله. خیلی سفت. بوی جلو میکروفون تکون شده. صدا چه بگی؟ این چی شاشه؟ ابزار مورد نیاز یک عدد پیش گشتی تقه خور. باید 2 تا سوراخ هم باشه که ازش بیاد بیرون. آره بله. وایسا ببینم میتونم. A few moments later. یکی باید بگیرتش. دستمالو بگی دارش. امو دستمالو بگی دارش. 1 hour later. دستمالو بگی دورش. سر ننم دهن گره بابا یواش. نمیگن. داره میشاشه. خب بدونم چه مزه‌ای؟ وایس همش نخوری علیا. کم بالا پی. مزه نواگیر میده. مرسی. خب بچه ها مرسی که توی این ویدیو با من همراه بودید. چنل من رو سابسکرایب کنید. مرسی از حمایتتون. لایک کامنت یادتون نره. زنگوله رو هم بزنید. خدافظ.